چه کار میکنی؟ هیچی دختر تو مای بانجان سخنه که بوی دنیا والم رجشته میگم من با بازار همیت یک فرای آمده هوشمند همست گپ تو رم بیش میکشه نه؟ همه هر چی که خوش شیشته بشه به تو بار میکنه قلو تروش، اشکنه، بادنجون، کوکو، کباب همه چیز به تو تیار میکنه مرغ این تکنولوژی چه زن پیشرفت کرده خواهده که من چی گفتی چیه؟ همین فره ماکروفون میگم مایکروفیر بفهمیدم از اونو یکی برای ما بخر بیا خدا خوب گپی زدی زن تو از کی میمونی؟ به قرآن من هر چی که تو ببی خونه باعث آسودگی تو باشه این یک ای دو نه وقت تو دختر ما خار باشه هنوز نگاه که بوی دنیا والا ویدشه اونی بوی میکنه نه هیچی همه مقبول بگیزه میخزنی به تایی داده بسته میکنی پخته کرده برمیداری یعنی این سیستم جدید آمده که هوشمند نمه از گپ پرم میفهمه برقی یا گزی؟ هم برقی هم گزی همه که مقبول بگیزه غذاها رو پخته میکنه خیلی خوبم هسته تو به خدا من همه دارم هم به جینام همه دارم من از کی میمونم که من نریشته باشم گفتم تو از کی میمونی من میگم چیزی که برای آسودگی تو نبه میخونه از زیر زمین باشه به تو زمین پیدا میکنم خیلی نیست باز هوشمندم هسته که از این که شما صدا خوب برسونه بگه میگم فیر قلو دروش ما به شما بار میکنه تو با خدا فیر کباب ما به شما تیار میکنه اینه خدا بیترین چیزی بوده ای یعنی اگه تو خونم نباشی من میتونم دل جمع از اینجا بگم فر بچه بریم اشکنه بار کن هر چیزی حواسونه خواسته باشه مکنه بدم برای بگیم به شما بار میکنه درست میکنه بگه خدا خیلی خوب چیزیه انا همیشه تو وقتی که تو میری تو میای به شیموندار میخورم انا تو نباشی اما دل جمع قراره که از اینجا میگم فر بچیم بریم امروز بریم هم یه غذا حواسونه تیار کن که بخورم هم به حق تو دعا کنم این چیزی به چندی خود دادن زن نمیفهم به خدا بریم بازار خدمت کنیم سه کنیم به چندی میدم ما چون خدا یک زنگ بزنم باشه بر زنگ نزنم من نمیفهمم زنگ بپرسم من تیرا بیام از کی من بپرسه یک رفیقی دارم خوب بله اینجا برای خوبین سلامتین صحت شما خوبه شکر فرض خدا چی که پای تلفن شما خیریتیه الحمدلله میگم برار میگم خوب فیرا آماده به داخل بازار همین خانم میگه یکی گستونک بخونه بگه کمی اسویده شد هسته بیخی خوبه برار خوبه همسایه شما داره بیخی خوبه برار جون من میام امروز یکی از اینا میرم استان خیر بینی تشکر سلامت باشین آمده فکر ما میگه هستن یا همسایه ما نو آورده خب کیا دیگه بریم بستونیم یکی تو سیکو بزن همین تکنولوژی چقدر سهولت به شما خانمات تیار کرده تو فر که هوشمند باشه که تو از این سرخانه بگی فر بچیم امشب میمون دارم مثلا 5 قوری برین اون تو پخته کنه فر بچیم برای 10 نفر کباب فر بچیم برای 10 نفر کوبیده فر بچیم برای 5 نفر قلو تروش فر بچیم برای 4.5 نفر 5 نفر پتیمار خوب چیزای زن دیگه من جان پیشرفت کرده دیگه هر چیزی حالی بیامده با بازار هنم مثل مشین زفشون ایشون زرفاره همه یک بلا که مین دزه بچه میشه رو بلبر دیده یه هم همیته دیگه خوبه چشمای خوزن دیگه از این لحظه تو دختر تو نمیذارم تاش بسخونه شما برای میجوگا بوی روغن به سر شما بخوره از این تا دلیز صدا کنه فیر هر چی ما باشیم پخته میکنه به قرآن خیلی آسوده میشی زن دیگه 24 سال میجوگا بشی من به طرف تو سعی میکنم تو به طرف من سعی کنش فقط همین یک دکه آرایش کنه دیگه پیش شور نخوری فقط همین فیر همو کارا بکنه من دیگه بروغن هم نمیدم پیش تو بیام نه پیاز هم نمیدم واسه به من تانی هم نمیدی تانی هم نمیدم دخترک من واسیده میشه خدا ال جگر بخونه اون دختر رو تا آشپزخونه بانجون سرخ میکنه الان میرم جان من میستم میاد مصطفی جان قربان شیر نقل خوبشون که همین چیکه پای میزنه همین اولی که باور کرد تو از این میگی بگی فر بچیم کباب تیار کن فر بچیم بانجون تیار کن همون تو به دل داره داغ تو نبینم برم فر بچیم
انا دیگه زن ممنیه فعلا همین تاسم خوب که ایت دل و غم یک جور کباب دیگه دوال میزنه بگی بچیم همین یک کباب جانانی جیگرمه نفسمه بریم اتیار اون تو کار یک زن میکنی با خدا فیر بچیم اول صدا با نمیشنه گوشو تو کرده سیکو فیر بچیم ما ازت تعریف کردی زن که ایت گپ میزنه اگر تو گپ نمیزنی یا میگی نامحرم اومد خب تو رو بستونو که من خیلی تو گپ زنم زن من خیلی تو گپ زنم دختر من خیلی تو گپ زنم تو باید به این سیستم صدقه ما خور حیار کنی فعلا مرد خونه من می رایت میدون خیلی اگر مثلا نمیتونی قلوتوری پخته کنی حالا این رو چکش کنی بیاد میشه گپ بزن دیگه لال کنی تو به خدا نه یعنی اشتنان نمیشه کلگک بزن من میفهمم خدا من خیلی آدمایی که زبان ناجیبه خیلی گپ زدم تقریبا زن ناشنوای و همین که چیزا من خیلی به اشاره کرد حتی تو اشاره رو میفهمم سکو میرم پس یک صد به گوشت کوفتگی میستونم برای کوفته تیار کنم نمیشه برم یعنی کباب دیگی میتونی تیار کنی بابا جان دیگه کباب دیگی کمالی نداره بذار تعریف کردم تا تو پیش تو هر چی بگذارم تو کوفته میکنی من این رو ما تو خدا سفتر تو بگم پتیماش رو تیار کن یعنی چی؟ گپ بزنند مقبول انگلیسی هم بگی میفهم پوری چینی هم بگی بینگونگ میفهم میگم نه بیا اینجی بگو دیگه کلمه گپ بزن دیگه تو به خدا تو داشته میگی که چی؟ تو میگو بله آخه بیا دیگه تو کار دارو تو میایم آماده به گپ زدن بشی به هر لسانی که میگپ زن با تو خوشبکت با تو فرسید بلکن بیا دیگه مرد به تو گفتو بیا دیگه چیکار میکنیم خودی کی گپ زدی خدمه فیل اول بیا آوردم امروز سنگ و پین بدشتم همه گپا را گوشی تیر کردم خب گفتم از این بعد به خونه من هستم دختر من هسته زن من هسته باید تو به این سیستم ما سه نفر خور عیار کنیم اگر گپ میزنیم منتها چی بجو گفتم برای ما کم گفته تیار کو حتی گپ نزد گفتم کوبیده گپ نزد گفتم کباب دیگی گفتم حتی ما امروز به تو بگم یک فاطیمه شو تیار کو گپ نزد میگم هر چی که گفتم نمیفهم چرا گپ نزد چی خاموشمندی زن چکاره؟ قربان شیر نقل خوشم خود چره؟ آخه او چوکی آهره او با کجا گپ میزنه خب تو نگفتی که هوشمنده نه دروغ گفتم ما چی خبر دارم جانمه تو هیچ وقت ما دروغ نگفتی هر گپی که تو میزدی ما باور میکردم حالی هم باور کردم خب صحیحه دیگه چی صحیحه؟ چوکی آهن چی خودت رو گپ میزنه تو برشتی برای بگفتی تو خب من خودم چوکی آهن رو گروه که دی گفتی گپ میزنه من هر چی دل ماست برای بگفتم گفتم اگه انگلیسی هم گپ میزنی گپ میزنی اگه چینی هم گپ میزنی هر گپی میزنی بدی من میفهمم آخه مرد ساده خوب بگردم من گپ میزنم تو باور میکنی من هیچ وقت زن خود دروغگو نمیکنم هر گپی که تو گفتی من باور کردم خب ببخش معذرت بگم چی ببخشم؟ ببخش تو خب من خیلی یک چوکی آهن رخ برخ کردی از این همینجا من خیلی آهن گپ میزدم یعنی تو نفهمی یه مثلا نشین میدی شو خود مسخره کردی این مسخره نکرد خدا نکنه این مسخریه دیگه من تو مسخره باشه خدا نکنه مسخریه دیگه تو من نزن دیگه ببخش معذرت از این بعد هر چی خواسته بشی من خودم به تو بار میکنم به داخل هر رقم غذایی که خواسته بشی به داخل فیلم من به تو درست میکنم